غلو آخوندهای رافضی در مورد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. دوستان عزیز، نام امیرالمؤمنین علیه السلام اینقدر زیباست و نام امام عصر علیه السلام اینقدر نورانیت داره دوستان من، و اینقدر رحمت خدا در اسماء اینها تجلی یافته. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه فرمودند؟ ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام عباده. ذکر ایشان مانند قرآن خواندن، ذکر ایشان مانند قرآن خواندن، ذکر ایشان مانند نماز خواندن، ذکر ایشان مانند نماز خواندن، ذکر ایشان مانند اینه که خداوند متعال را یاد بکنید، عبودیت، عبادت، بندگی پروردگار عالم. ذکر ایشان مانند اینه که خداوند متعال را یاد بکنید، عبودیت، عبادت، بندگی پروردگار عالم. اصلا ذکر نام اونها چقدر برکت داره، عجیبه دوستان عزیز، عجیبه. باب رحمة الله عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما بالرواية يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله ما هو ذكر الله؟ قال: ذكر الله هو علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. روايات في فضل أمير المؤمنين بالآلاف حقيقة عن رسول الله والأئمة الطاهرين. مشاهده نمودید که این دو آخوند رافضی اولا فرقی بین الله متعال و امام علی رضی الله عنه قائل نمی شوند و ثانیاً به دروغ روایتی از جامع الخرافات شیعه یعنی بهار الانوار مجلسی جلد 26 صفحه 229 استناد کرده آن را به دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند که فرمودند ذکر علی ابن ابی طالب عباده، یاد علی ابن ابی طالب عبادت است. و آخوند دومی روایتی به امام صادق رحمت الله علیه نسبت میدهد که ایشان مراد از ذکر الله یعنی یاد الله متعال امام علی رضی الله عنه را میدانستند که این خود در تضاد و تصادم با آیات زیادی از قرآن کریم است. الله متعال در قرآن کریم به انواع عبادات مثل نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، قرآن خواندن، تسبیح و تکبیر و تهلیل الله متعال گفتن و غیره اشاره نموده آنها را بیان می کند، اما یادی از امام علی رضی الله عنه نمی برد. الله متعال می فرماید فاذکرونی اذکرکم، پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم. و می فرماید الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آنان که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد الله آرامش می‌یابد، بدانید که دلها با یاد الله آرام می‌گیرد. مفسرین معتبر اعم سنی و شیعه ذکر الله را در این آیه به طاعت و فرمان الله متعال و هر آنچه که انسان را به یاد الله متعال می‌اندازد تفسیر نمودند، مانند تسبیح، حمد و ثنا، تکبیر و بزرگی، دعا کردن و استغفار خواستن از او. و عده‌ای از مفسرین ذکر الله را در این آیه به تلاوت قرآن کریم و تدبر و تفکر در آن تفسیر نمودند. و شکی نیست که هرگاه انسان همیشه به یاد الله متعال بوده باشد و قرآن بخواند و در آن تفکر و تدبر نماید، به آرامش درونی دست خواهد یافت. تفسیر قرطبی، روح المعانی آلوسی، التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی، تفسیر المیزان علامه طباطبایی. چه نیکوست فرموده الله متعال در مورد این آخوندها:
بل هم عن ذكر ربهم معرضون بلکه آنان از یاد پروردگارشان رویگردانند. و در آیه دیگر می‌فرماید استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنان چیره گشته، آنگاه یاد الله را از خاطرشان برده است. اینان حزب شیطان هستند، هان قطعاً حزب شیطان زیانکارند. الله متعال به پیامبرش صلی الله علیه و سلم چنین دستور می‌دهد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و با کسانی شکیبا باش که صبحگاهان و شامگاهان پروردگار خود را در حالی که خوشنودی او را میجویند به فریاد میخوانند و نباید در طلب زینت زندگانی دنیا دو دیده ات را از آن برگیری و از کسی فرمان مبر که دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم و او از هوای خود پیروی کرده و کارش ضایع و معطل شده است.